اگه عدد تو حدس بزنم حذف میشی. فقط کافیه یه عدد از بین 1 تا 99 انتخاب کنی. اگه عددتو گفتم میبازی. شروع میکنیم با عدد 2. با 2 خیلی حال میکنی؟ اگه حال میکنی حذف شدی. اگرم حال نمیکنی بدون که از هر 18 نفر یه نفر عاشق عدد 2 هست. گزینه بعدی عدد 6. خیلی عدد با کلاسیه به نظر من. تو فوتبال هم هافبک ها 6 میپوشن معمولا. 6 جالبه، ولی خب اگه 6 دوست داری جات اینجا نیست. اگه هنوز تو بازی هستی و ویدیو رو رد نکردی، عدد بعدی 9. 9 من یاد رونالدو نازاریو میافتم. چرا همه چی فوتبالی میبینم آجی؟ به هر حال 9 هم حذف شد. عدد بعدی 13. 13 برای چی انتخاب کردی؟ 13 عدد نحزه. میدونستی توی هواپیماها ردیف 13 نداریم برای اینکه مردم فکر میکنن نحزه و باعث سقوط میشه و اینا. یه فکتم این وسط گفتم بهت. بعدی 69. 69 بازاش اعلام حضور کنن. عدد خیلی خیلی جالبیه. مطمئنم خیلیاتون تا الان حذف شدین. میتونم یه شانس دیگه بهتون بدم. اگه ویدیو رو لایک کنین یه شانس مجدد برای پریدن تو ویدیو پیدا میکنین. بریم جلو. عدد بعدی 5. از هر 13 نفر یه نفر عاشق عدد 5. عدد بعدی 99. گفتی 99 آخره بابا، این که نمیگه. گفتم چون که باهوشم. گزینه بعدی 85. از محبوب ترین اعداد بین تئوگنگیا میشناسمتون. اگه اینم عددت نبود و زنده موندی تا اینجا دمت گرم، خدایی مشتی هستی، ولی 2 تا دیگه مونده. گزینه بعدی 3. حالا 1 2 3 برو ارزم به خدمت. 3 هم جالبه ولی خب سوختی، بهتره که ویدیو رو رد کنی. و آخرین عدد، عاشقانش اینجا زیادن ولی اگه انتخاب کردی تو گزینه آخر سوختی. عدد 7 که معمولا ما رو یاد کریستیانو میندازه. خب بردی یا نه؟ من عدد محبوبم 11 بود و بردم.